دوست عزیز سلام. شما در حال استفاده از یکی از محصولات آموزشی وبسایت fatemehbanakar.com هستید. با تهیه قانونی محصولات غیر حضوری از وبسایت fatemehbanakar.com به ما کمک می‌کنید تا به شما خدمات بهتری ارائه دهیم. از اینکه هزینه رشدتان را خودتان می‌دهید، از شما سپاسگزاریم. خب پس ببینید اهمیت مهارت گفتگو رو گفتیم جان گاتمن چقدر روی این قضیه تاکید میکنه که زوجین باید بلد باشن با هم گفتگو کنن و چقدر گفتگو کردن کمک میکنه به حل تعارضات. بچه ما امکان نداره، خود جان گاتمن که از بزرگترین زوج درمانگرها هست میگه من هم توی رابطه با همسرم تعارض دارم، چون انسان‌ها با هم متفاوتن، ژنتیکشون مختلفه، شرایطی که بزرگ شدن، محیطی که پشت سر گذاشتن، پس 100% تو رابطه زناشویی تعارض به وجود میاد. شما با هر کسی که ازدواج کنید تعارضات خاص خودش رو خواهد داشت. پس ما باید یاد بگیریم که چجوری حل تعارض کنیم، چطوری با هم گفتگو داشته باشیم. این از مهارت‌هاییه که قبل از ازدواج باید حتما یادش بگیریم. یکی دیگه از بلوغ‌ها بلوغ اقتصادی هست که توی فرهنگ ما این رو بیشتر برای آقایون تاکید داریم. حالا برای خانوم‌ها خیلی روی این زمینه زوم نمی کنیم، اما برای آقایون بلوغ اقتصادی خیلی پر اهمیته. شاید مثلا قبلا میگفتن که حالا یه نونی میخوایم با هم بخوریم، میخوریم دیگه، حالا چرا مهم این نیست، مهم اینه که بچه خوبی باشه، مهم که خانواده خوبی باشه. ولی بچه ها اصلا چنین چیزی نیست. یک مرد برای اینکه بتونه، چون توی فرهنگ ما مسئولیت زندگی رو دوششه، باید بتونه یه زندگی نرمال، نمیگیم سطح بالا، نمیگیم همه جور تامین کنه، ولی یه زندگی نرمال رو حتما ایجاد کنه برای خانوادهش، بتونه یک چیز متوسطی رو حالا از لحاظ مسئولیتی که به دوشش هست حتما رو داشته باشه. حالا ببینید مثلا با یه آقا پسری من صحبت میکردم، واقعا به بلوغ اقتصادی نرسیده بود بچه ها، فکر کنم 3-4 سالش بود. بعد بهش میگفتم شغلت چیه؟ میگفت هیچی، با ماشین بابام گاهی وقتا میرم اسنپ. گفتم خب تو چه توقعی داری که این دختر رو به تو بدن؟ میگفت که خب من بابام 2-3 تا مغازه داره. بابام 2-3 تا مغازه داره یعنی چی؟ پول بابام. بچه ها اگر با یکی میخواید آشنا بشین خواهشن لطفا نگین خب بله این 3 میلیارد پول باباش الان تو جیبشه. این بلوغ اقتصادی نیست. همین آقا شما 3 میلیارد رو بهش بدی، اگه باباش بده اصلا اشکالی نداره، ما نمیگیم حالا باباش بده، خب خیلی هم خوب حمایت کنه. ولی آیا این آقا اگر پدرش 500 میلیون 100 میلیون اصلا بهش بده، آیا میتونه در عرض مثلا 5 ماه 6 ماه این 100 میلیونه رو تبدیلش بکنه فرضاً به 110 میلیون؟ آیا میتونه؟ جربزش رو داره؟ فرد مسئولیت پذیری هست؟ فرد کاری هست؟ به بلوغ اقتصادی رسیده که بتونه کسب درآمد کنه؟ یا فقط خوشحاله بابام پول میده؟ ببینید این یعنی به بلوغ اقتصادی نرسیده. بعد فردا حالا جالب میدونید چی بود؟ جالب این بود که میگفتش که من حالا اون کسی که قرار بود با هم ازدواج کنن هی به من گیر میداده تو بیکاری تو خونه، پاشو برو یه کاری پیدا بکن. عصبی شدم، به مامانش گفتم این دیگه حال منو گرفته، چی کار داره به من؟ بابام که پول میده. خب معلومه هر زنی که باشه دوست داره مردش کار بکنه، دوست داره مردش رو ببینه که فعالیت میکنه و برای یک زن اصلا قابل تحمل نیست هر چقدر میخواد پدرت پول بده، خودت هم احساس ناتوانی میکنی. پس بحث بلوغ اقتصادی برای آقایون بسیار پر اهمیته. یکی از بلوغ‌های دیگه‌ای که باز خیلی پر اهمیته بلوغ عقلیه بچه‌ها. بلوغ عقلی دارم میگم، این بلوغ هایی که دارم بهتون معرفی میکنم باید درون خودتون
ارزیابیش کنید، نمره بدین به خودتون. حالا درون طرف مقابلتون هم این رو ارزیابی میکنید، آیا به این مرحله رسیده. حتی شما میتونید یه جورایی بسنجینش، یه جورایی بررسی کنید که ببینم آیا به این بلوغه رسیده یا نه. بلوغ عقلی، اینکه آیا این طرف هدفی داره، برنامه‌ای داره. خب بچه ها رو دیدین، بچه ها همجوری برای خودشون خوشن، نه هدفی دارن نه برنامه‌ای دارن، نه فقط بازی میکنن، خوشگذرونی میکنن. کسی که به بلوغ عقلی هم نرسیده همینطوریه، برنامه و هدفی برای خودش نداره. حالا بعضی وقتا ما میبینیم بچه ها رویا پردازی میکنن دیگه، میخوام بزرگ بشم، فلان بشم، این بشم، اون بشم، ولی اقدامی در جهتش نمیکنه چون بچه است هنوز. بعضی از افرادی که به بلوغ عقلی هم نرسیدن ممکنه رویا پردازی کنن، ممکنه یه آرزوهایی داشته باشن اما اقدامی در جهتش نمی کنن، پس به بلوغ عقلی نرسیدن. فردی که هدفمند نیست تو زندگیش، یعنی اینا رو بچه ها مد نظر لطفاً بگیرین. آیا این فردی که من باهاش وارد رابطه شدم فرد هدفمندیه؟ اصلا برنامه برای زندگیش داره؟ آیا میدونه 5 سال بعد قرار کجا باشه؟ برنامه‌ریزی ذهنی داره؟ اصلا من هدفهای کوتاه مدت، متوسط، بلند مدت داره برای زندگیش؟ برنامه‌ای چیده؟ اصلا آره این هدفها رو تعیین کرده داره؟ آیا قدمی برمی داره در اون جهت؟ اقدامی میکنه، گامی برمی داره یا نه فقط یه مش مینویسه فقط، یا تو نظرشه و میگه، فقط حرفش رو میزنه، اقدامی نداره؟ پس به بلوغ عقلی نرسیده. بچه خودمونم همینطوری هستیم، لطفاً با خودتون صداقت داشته باشین، صداقت بیرحمانه. اگه به هر کدوم از این بلوغان نرسیدین نقطه ضعف شماست، باید روش کار بکنین. با وجود اینا اگر وارد زندگی مشترک بشین آسیب میبینین و آسیب میزنین. و یک مسئله دیگه، دغدغه‌هاش با دوران کودکیش متفاوت شده. کسی که به بلوغ عقلی رسیده باید دغدغه‌هاش با دوران کودکیش فرق بکنه. بچه ها یک کیسی با من صحبت میکردن، اون آقاه میگفتش که ما زمانی که ازدواج کردیم، اول ازدواجمون، من یک لحظه حواسم نبود، دستم خورد به نمکدون سرویس خانومم شکست. 40 روز با من قهر بود، 40 روز از بهترین دوران زندگی مشترک که تازه شروع شده به خاطر یک نمکدونی که حالا از سرویسش بوده قهر میکنه. این دلبستگیش چه نوعیه؟ اول اینو بگین به من. دلبستگی این خانم چه نوعی بوده؟ قهر بچه ها میکنه، قهر. آفرین محشاد، اجتنابی. آفرین، مرسی هدیه، اجتنابیه. آره اجتنابیه بچه ها، کسی که قهر میکنه دلبستگیش اجتنابیه. بله. ببین هدیه، تو میگی که ما به عنوان یه خانوم حالا یه درآمد کمی هم داریم، چه هدفی میتونیم توی زندگی داشته باشیم؟ هدف که منظورم من این نیست که مثلا بشینی برای خودت من باید 5 سال دیگه مثلا فلان ماشینه، نمیدونم، مگه هدف فقط اینه؟ ما میتونیم بچه ها، هدف ما چیه؟ فرض بر مثال من قراره تو زندگیم رشد بکنم دیگه، من برای آینده خودم چه هدفی دارم؟ شاید اصلا موقعیت ازدواج اصلا برای من پیش نیاد، شاید هم پیش بیاد. اگه پیش اومد خب هدفهای من تو زندگی مشترک این مدلیه، شاید هم پیش نیاد. بله من مایی 2 تومن درآمد دارم، من فرض بر مثال قراره تو 5 سال آینده یه مثلا ماشین برای خودم بخرم. خب 2 تومن حقوق منه، با این 2 تومن چی کار میتونم کنم؟ آیا میتونم وامی بگیرم؟ آیا میتونم یه کاری روی این انجام بدم یا سرمایه گذاری کنم، پس اندازم رو بیشتر بکنم؟
و هدفهای مختلفی که ما میتونیم داشته باشیم از نظر بله هدیه، من اصلا نمیخوام بگم مسائل اقتصادی وجود نداره، اما یکی از مسائلی که باعث میشه ما اصلا پسنداز نکنیم و اقدامی نکنیم برای خواستهامون همینه که این میگیم اقتصاد، تورم، فلان. خب بله اوضاع الان اینه، من چیکار میتونم بکنم؟ حقوق من همینه. اصلا ببینید هدف من اینه، من حقوقم 2 تومنه تو این شرایطه، الان چیکار کنم شغلم رو ارتقا بدم؟ خب ماشین گرفتی، جهاز گرفتی، اوکی، هدف چیه؟ باید کیس رو پیدا کنیم بیاریم برای تو دیگه. الان هدف خب هدفهای دیگه مگه همش همینه؟ ما میتونیم هدفمون رو بذاریم مطالعه بیشتر، هدفمون بذاریم مثلا خیلی مسائل دیگه که در زمینه‌های مختلف رشد بکنیم دیگه. هدفهای مختلف ما میتونیم توی زندگیمون تعیین بکنیم. خب پس نوع دغدغه هامون باید با دوران کودکیمون متفاوت شده باشه. از لحاظ بلوغ عقلی به خودتون لطفاً نمره بدین. از لحاظ بلوغ عقلی خوب، متوسط، بد. آیا دغدغه هاتون متفاوت شده با دوران کودکیتون؟ آیا میتونید مسئولیت زندگی رو بپذیرین؟ نازنین اشکال نداره، تو الان 16-17 سالت هست و نیاز نیست که حالا به اون سطح بالایی رسیده باشی و این خیلی خوبه که تو داری تو حتی همین سنین روی آگاهی های خودت کار میکنی. خب خیلی خوبه بچه. پس ما باید کار کنیم روی این قضیه. مثلا میگم ما اگه بخوایم دغدغه‌هامون توی زندگی مشترکمون فردا یه سری مسائل ساده و جزئی باشه، واقعا آسیب میزنیم به زندگی مشترکمون. تو امروز اومدی خونه مادرم اینا مثلا گفتی سلام، پشتش نگفتی حالتون چطوره. خب این یه سری دغدغه‌های خیلی سطحیه. پس من هنوز به بلوغ عقلی خوبی برای زندگی مشترک نرسیدم. خب بسیار عالی. پس باید کار بکنیم، هر چقدر ما آگاهی‌هامون رو بیشتر کنیم، هر چقدر کار کنیم روی خودمون، بلوغ عقلیمون هم بیشتر میشه. بلوغ فکری چیه؟ توانایی تصمیم گیری به تنهایی برای مسائل مهم زندگیم. ما منظورمون این نیست که بچه‌ها ما مشورت نگیریم از دیگران، نه، ما مشورت میگیریم از دیگران، به خصوص افرادی که کارشناس هستن، اما آیا من خودم تصمیم گیرنده نهایی تو مسائل مختلف زندگیم هستم یا نه؟ یا هنوز باید دیگران برای من تصمیم گیری بکنن؟ آیا هنوز باید فرضاً مادر من بیاد برای من تصمیم گیری بکنه؟ آیا فرضاً باید نمیدونم خواهر من تصمیم گیرنده زندگی من باشه؟ اینو باید بررسی کنیم بچه. چقدر من وابستگی دارم از نظر فکری به دیگران؟ چقدر من منتظرم که بقیه بیان؟ بچه من کیس داشتم حدود 45-6 سالش خانومه، بعد میگفت که هر وقت ما مسئله‌ای برامون پیش میاد باید دیگران بیان این مشکلات زندگی ما رو حل کنن، نه من میتونم نه همسرم. خب یکی پیدا بشه بیاد مشکلات زندگی ما رو حل و فصلش بکنه. این یعنی چی؟ یعنی من به بلوغ فکری نرسیدم، من هنوز به یک بلوغی نرسیدم که بتونم مشکلات زندگی خودم رو حل کنم، بتونم خودم تصمیم گیرنده زندگیم باشم. پس ببینید بله بلوغ فکری اونجاییه که من بتونم تصمیم بگیرم. طرف بچه من کیس داشتم میگفت من هنوز با وجودی که ازدواج کرده بود، بچه دار بود، میگفتش که باید تصویری زنگ بزنم به مادرم بگم کدوم روسری رو من انتخاب بکنم. یعنی حتی قدرت تصمیم گیری برای یه روسری خریدن نداشت. خب بعد تو چجوری میخوای فردا تو مسائل مختلف زندگی که ما باید تصمیم بگیری؟ خب میخوای چی کار کنی اون موقع؟ حتی طرف برای ازدواجش میگه خانواده شما برای من تصمیم بگیرین. خب این یعنی اوج این که من میخوام فرار کنم از
مسئولیت. میگم تو بیا برای من تصمیم بگیر که اگه مشکلی هم پیش اومد شما مقصر باشی، من مقصر نباشم. هدیه توانایی رفتن خواستگاری هم داره، ما بهت این مجوز رو میدیم و جامعه میگیم که عزیزم. خب پس به خودتون نمره بدین، آیا در این زمینه بلوغ به بلوغ رسیدین یا نرسیدین؟ آیا از لحاظ تصمیم گیری میتونین تصمیمات زندگیتون رو بگیرین؟ تو جوانب مختلف منظورم، خوب، متوسط، بد، میتونین تصمیم بگیرین یا نه؟ یا باید حتما یکی پیدا بشه تصمیم بگیره، اونا نظر بدن؟ و بسیار خوب، احسنت، خدا رو شکر که به این بلوغ رسیدین. خب میرسیم به بلوغ روانی، متوسط رو به بالا. بسیار عالی. تو بلوغ روانی بچه‌ها، آیا مسئولیت کل زندگیم رو بر عهده میگیرم؟ مریم میگه خودم تصمیم. بچه‌ها بازم این نکته رو بهتون بگم، ما نمیتونیم بگیم که من تصمیم میگیرم خودم، یعنی یه جورایی نیفتیم از اون ور بوم بگم نه من خودم همه چیز میدونم و مشورت نکنیم با آدم ها. اصلا اینطوری نیست. ما میتونیم مشورت بگیریم، به خصوص از اونایی که کارشناسن، کاربلدن و باید اینطوری باشه، اما تصمیم نهایی رو خودم میگیرم و مسئولیتش رو میپذیرم. این میشه یعنی من به بلوغ فکری رسیدم، اعتماد دارم به افکار خودم، اعتماد دارم به نوع خودم، در خودم این جربوزه رو میبینم که تصمیم بگیرم برای زندگیم. بله، مشورت بگیریم. تو بلوغ روانی میگم آقا مسئولیت کل زندگیم به عهده خودم هست. این خیلی بچه من به خصوص توی جوانای الان اینو خیلی میبینم که خیلی راحت دیگران رو مسئول شرایط من اگر رشد نکردم امروز خانوادم مسئولن، دولت اینطوریه، اقتصاد خرابه، نمیدونم فلان فلان. هر چقدر بچه ها ما بخوایم مسئولیت زندگیمون رو به دوش بقیه بندازیم، یعنی ما به بلوغ روانی کمتری رسیدیم. بعد با این بلوغ روانی وارد زندگی مشترک میشم، همیشه خدا همسر مقصره. تو مقصری، تو گفتی، تو کردی. خیلی بده ها. تو ببین بچه ها، من کیس دارم طرف اومده خیانت کرده به همسرش، حتی حاضر نیست الان بگه آقا معذرت میخوام، ببخشید، جبرانش میکنم. برگشته میگه تو کم گذاشتی برای من که من رفتم سراغ این کار، تو فلان کارو نکردی، تو اینطوری نبودی. خب خیلی بده، یعنی همسر رو مقصر میکنه. این به بلوغ روانی نرسیده. چنین شخصی مسئولیت اشتباه خودش هم نمیخواد بپذیره. ما خیلی راحت برمیگردیم میگیم که بله من اگر الان تو سن 40 سالگی به جایی نرسیدم دلیلش اینه که مملکت وضعیتش اینطوریه. دارم بهتون میگم بچه ها، من نمیخوام انکار کنم بحث اقتصادی. بله ما مشکلات اقتصادی زیادی داریم، ولی دیروز برای بچه ها تو کلاس هم گفتم من یه پیجی رو خانومی 14 سال، دختر خانم 14 ساله پیج داره، پیج آشپزی، تبلیغ دادم به اون، یعنی تبلیغ میگیره، 50,000 فالوور داره. خب این یعنی چی؟ یعنی من مسئولیت زندگی خودم رو پذیرفتم، دارم حتی تو این اوضاع دارم یه کاری انجام میدم برای خودم. پس این به بلوغ روانی رسیده. من نمیشینم از صبح تا شب تقصیر مامانم بود، تقصیر بابام بود، تقصیر فلانی شد، این اینطوری بود. خب این چه کاری، چه فایده‌ای داره برای من؟ چه مشکلی رو از من حل میکنه؟ پس میگم اگر که به بلوغ روانی نرسیده باشی و مسئولیت زندگیت رو خودت نپذیری، فردا تو زندگی مشترکم به جای اینکه حل مسئله کنی، بشینی تعارض رو حل کنی، میای همسرت رو مقصر میدونی، تقصیر تو بود.
من فلان مشکل برام پیش اومد، تقصیر تو بود، و این میزنه رابطه رو منفجر میکنه. حالا به خودتون لطفا تو این زمینه هم نمره بدین. به بلوغ روانی آیا رسیدین؟ خوب، متوسط، بد؟ به خودتون نمره بدین. چه نمره‌ای به خودتون میدین توی بحث بلوغ روانی؟ مهشاد میگه بد. مهشاد من فکر نمی کنم تو بد باشی، یا تو این زمینه خوبی که خب 18 از 20 هدیه، باریکلا دختر زرنگ. خب انسی هم خوب، بسیار عالی. مهشاد میگه امیدوارم. خب من اتفاقا فکر میکنم تو فرد خیلی مسئولیت پذیری هستی. خب بریم روی بلوغ اجتماعی. خواهش میکنم. تو بلوغ اجتماعی همون جاییه که ما بتونیم یه ارتباط سالمی با دیگران برقرار کنیم. آیا من به راحتی میتونم با اجتماع ارتباط بگیرم یا یه رابطه سالمی باشون داشته باشم یا نه؟ ارتباط اجتماعیم سخته. وقتی توی اجتماع میرم مضطرب میشم یا نه میتونم ارتباط بگیرم؟ وقتی میرم توی اجتماع آیا اجتناب میکنم از آدم ها؟ مهشاد میگه برام سخته. خاتون میگه من به خاطر شغل و رشتم تقریبا توی ارتباط اجتماعی عالی هستم و این خیلی جا کمکم کرده. بسیار عالی. هر جا بچه ها نقطه ضعفتون رو یادداشت بکنید که انشالله قبل، چون ازدواج ارتباط اجتماعیه بچه ها. ما فردا که ازدواج کردیم میریم توی رابطه دیگه، رابطه با یه شخص هم نیست، خانوادهش هم هست. ما باید ارتباطات اجتماعی رو بیشتر بکنیم. حالا اگه کار نکرده باشیم رو این قضیه میتونه اختلافات زیادی برای ما به وجود بیاره. خب انسی هم که اوکیه، بسیار عالی. هر کس دوست داشت میتونه اینجا بگه، هر کس دوست نداشت حتما برای خودتون بچه‌ها یادداشت کنید. آیدی کتایون کدوم یک از دوستان هستین؟ اسمتون رو لطفا به من بگین، چون که به نام کتایون ما نداشتیم. حالا کدوم یک از دوستان هستین؟ خب 2 تا نکته بسیار مهم در مورد این بلوغ ها بگم. آره هدیه جان، مطمئنا رو خانواده طرف مقابل حساستر هستیم و مسئله اینجاست که ما میگیم ارتباطات اجتماعی، حالا اون که باید با خانواده همسر چجوری ارتباط برقرار کنیم که جدا از اینه، ولی کلا ما باید بدونیم که باید ارتباطات اجتماعیمون رو تو بعد از ازدواج بیشترش کنیم دیگه. باید این بلوغ رو در خودمون ایجاد کنیم. 2 تا نکته بچه‌ها، این بلوغ ها اکتسابی هن. یعنی ما میتونیم در خودمون تقویتش بکنیم، کسب کردنی هستن، یه چیز ژنتیکی نیستن. پس میتونیم کار بکنیم و به دستشون بیاریم، رو خودمون تقویتش کنیم. پس تمام این بلوغ ها رو در خودتون ارزیابی میکنید، در طرف مقابلتون هم ارزیابی میکنید. و این ارزیابی کردن چجوریه؟ تو همون دوران شناخت ما با هم بیرون میریم، من بررسی میکنم این قضیه رو. آها الان رفتیم بیرون، این مسئله به وجود اومد، آیا این طرف مقابل من به دنبال حل مسئله بود یا نه ریخته بود به هم، مضطرب شده بود، زنگ میزد به داداشش، زنگ میزد به این بیا یه کاری بکنین، خودش نمیتونست کاری انجام بده. اینا رو حالا با مدل های مختلفش، وقتی یه مسئله بین من و اون به وجود میاد چی کار میکنه؟ قهر میکنه میذاره میره یا نه میاد میشینیم گفتگو میکنیم؟ یا وقتی بهش میگم بیا در موردش صحبت کنیم میگه ولش کن، تموم شد دیگه، ول کن دیگه، کشش نده، تو خیلی کشش میدی. اینا بچه مهمه خیلی. 2 تا چش داریم، 2 تای دیگه قصد کنیم. بحث ازدواج خیلی 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 مهمه. لطفاً خواهشاً سرسری نگذرین.
نگید خب من دوستش دارم تموم شد. آره کار سختیه، نگران نباشین. شما باید اینا رو ارزیابی بکنید، از مشاورین قبل پیش از ازدواجم کمک میگیرین، نگران نباشین تا ریسک ازدواج خیلی بیاد پایین. قرارم نیست به 0 برسه. خب بچه ها توی بحث باورهای ازدواج ببینید، من یه مثال براتون میزنم. شما برای اولین بار میخواین برید یزد، مثلا یه شهری مثل یزد. بعد توی نظر خودتون از یزد اول به من بگید ببینم انرژی ها چطوره، بچه ها سر کلاس خوابین بیدارین، اون آخر کلاسی ها بیاین اعلام حضور کنین ببینم بیدارین، اونایی که پشت ستونین بیاین بیرون ببینم بیدارین. خب هدیه داره به کراشش فکر میکنه. خب فکر کن، ادامه بده به فکر کردن. کراش هم هست آخه، سمانه هستش. بقیه کجایین؟ بیدارین یا نه؟ آخه الهی که اونم به تو فکر کنه. برات دعا میکنیم دست جمعی. هادی هستش. بقیه نازنین هستین. خانم مریم فکر کنم هستی، مریم یزدانی. آها خاتون میگه من دنیا هستم. مرسی دنیا جان، بسیار عالی. خب مریم هم هست، اشکال نداره دنیا، مشکلی نیست. خب بسیار عالی. خب خوبه که بیدارین، پس بیدار باشین لطفاً. تک تک این مسائل براتون خیلی پر اهمیته. بحث شیرین پیش از ازدواج داریم و ما همینطور که بچه ها کارگاه رو جلوتر میبریم، مسائل هی عمیق‌تر میشه و مطمئنا خیلی مهمتر میشه. پس اصلا سرسری نگیریم. بارها باید این وایس هاشو که انشالله توی گروه میذارم گوشش بدین، نکته برداری کنین، تو رابطه حواستون باشه تا بتونین به امید خدا یه انتخاب خوب و آگاهانه رو داشته باشین. خب بچه فرض کنید که دارید میرید یزد، اولین بار هست. حالا توی نظر خودتون از یزد یه تصویر خیلی عالی ساختین. چجوری؟ مثلا یه شهر سرسبز، کلی هوا خوبه، کلی جاهای دیدنی و مختلف داره. یه تصاویری از یزد برای خودتون تو ذهنتون ساختین. حالا بلند میشین میرین یزد. خب یزد میبینین که خیلی جاش کبیره، مواجه میشین با این مسائل. بعد آیا شمایی که با این پیش‌فرض وارد یزد شدین دیگه بهتون خوش میگذره؟ وقتی میرید میبینید خیلی متفاوت بود با اون چیزی که توی ذهن خودتون بود؟ آها اصلا دیگه بهتون خوش نمیگذره؟ نه زیاد. آفرین. میدونید چرا؟ چون با تصویر ذهنی شما متفاوته. آفرین. بچه برای ازدواج هم همینطوریه. وقتی ما توی ذهنمون یک سری تصویرهای اشتباهی از ازدواج و رابطه داشته باشیم، وارد رابطه میشیم با یه باورهای اشتباهی. بعد میگیم چرا اینجوری نبود؟ پس حالا که نیست به دلمون ضرر میشه، کوفتمون به قلن میشه، کلا میگیم چرا اینطوریه، ناامید میشیم. پس ما میخوایم اینجا راجع به اصلا این باورهای اشتباهی که حتی تو جامعه هست توضیح بدیم که چه باورهایی. لازاروس میاد در مورد این باورها میگه این باورهای اشتباه رو قبل از وارد شدن به ازدواج اصلاحش کنین. چون اگر با این باورها شما وارد ازدواج بشین، رضایتمندیتون از زندگی مشترک میاد پایین. باور کنید خیلی وقتها نارضایتی ما و تعارضات شدیدی که توی رابطه با همسرمون داریم به خاطر همین باورهای اشتباه هست. یکی از اون باورهای اشتباه اینه که زوجین بهترین دوست یکدیگه هستن.
کدومتون بچه ها این تصویر رو داشتین؟ کدومتون این باور رو داشتین که فکر میکردین زن و شوهر باید بهترین دوست همدیگه باشن؟ آها، ببینید چقدر اشتباهست. آفرین. در صورت که بچه اینطوری نیست که ما فکر میکنیم که بله اشتباهست. این باور کاملا اشتباهست. چرا اشتباه هست؟ به خاطر اینکه تو رابطه زوجین ما منازعه داریم بر سر قدرت و بعد تو هر دومون میخوایم توی تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشیم و دو بار تو تصمیم بگیری همسرت میگه چه خبره، چرا همش تو تصمیم، پس من چی کارم؟ ولی تو رابطه دوستی اینطوری نیست. تو رابطه دوستی مثلا دوست تصمیم میگیره حالا 5 دفعه هم پشت سرم بیا بریم فلانجا بگردیم، میگی باشه، یه بررسی میکنی دوست داری بری اونجا، فکر میکنی آره دوست داری، پا میشی میری، نمیگی تو چرا همیشه تصمیم گیرنده ای. پس ما قرار نیست، یا یه مسئله دیگه، ما خیلی مسائل هست که بچه‌ها میتونیم به دوست صمیمیمون بگیم ولی به همسرمون نمیتونیم بگیم. یک سری مرزها رو باید رعایت بکنیم. شاید فرض بر مثال شما رفتین تو خیابون، یکی مزاحمتون میشه، 4 تا متلک بارتون میکنه، مثلا یه حرفی میزنه، یا مثلا میگم مثلا همکارتون میاد یه پیشنهاد بیشرمانه فرضاً به شما میده، شما اینو نمیتونین به همسرتون بگین چون همسر شما تعصب به خرج میده، بعد فردا دیگه میاد میگه سر کار نرو، ممکنه چنین حرفی اصلا بزنه، محدودتون بکنه. پس تا اونجایی که نیازه، تا اونجایی که ما بتونیم باید یه سری مسائل اینطوری رو اصلا توی رابطمون واردش نکنیم. ما نمیتونیم در مورد خانوادهمون، مشکلاتی که خواهرم داره، مثلا برادرم داره، پدرم داره، هر چیزی رو بیایم به همسرمون بگیم، نیازی نیست. ولی یه جایی برای درد دل ممکنه با دوست صمیمیت بشینی درد دل بکنی. پس اونجا مسئله، یا یه جاهایی چیه، مثلا من در مورد یه مسئله از خواهرم، دقیقاً من کیس اینجوری داشتم، خانومه میگفت که خواهر من یه مسئله داشته، اومده بودم اینو به شوهرم گفتم، مسئله خواهرم رو، مسئله که میگفت خصوصی بود مال خواهرم، به شوهرم گفتم، بعد توی بحث اونو کوبون تو سرم. ببینید، چون بحث قدرته، موقعی که ما دعوامون میشه میخوایم خودمون رو بالا بکشیم، میخوایم بیایم بگیم هرچند که این کار اشتباهی هست ولی به وجود خواهد اومد، میخوایم بگیم نه حرف من باید برنده این مجادله بشم. پس میایم اینجا چی کار میکنیم؟ میایم از هر ابزاری استفاده میکنیم. خیلی میخواد که یکی رعایت بکنه چنین چیزایی. پس ببین، ما نمیتونیم بگیم بهترین و صمیمی ترین دوست هم دیگه هستن، نه، ما صمیمیت داریم، زوجین باید صمیمیت داشته باشن، اما نمیتونیم بگیم بهترین دوست و صمیمی ترین، چون باز هم یه سری مرزها وجود داره که نیازی نیست تو رابطه ما اون رو وارد کنیم. پس ببینید بچه‌ها، مثلا براتون مثال بزنم، خانومه میاد میگه که شوهر من نمیاد در مورد مسائل خانوادهشون به من بگه. مشکلاتی که برای خواهرش پیش اومده نمیاد به من بگه، نیازی نیست به تو بگه. نه، من میرم همه مشکلات خانواده‌ام میگم، تویی که داری اشتباه میکنی، نیازی نیست که اون به تو بگه، اون محدوده و مرز خودشه، پس نیاز نیست بیاد به تو اینجا بگه و تو هم نباید اصرار بکنیم. ولی وقتی ما ذهنیت این رو داشته باشیم که ما باید بهترین دوست هم باشیم، صمیمی‌ترین دوست هم باشیم، میگیم همه اون مسائلی که تو داری، دغدغه‌هایی که داری، حرفایی که داری، باید بیای به من بگی و همه چیز رو باید من بدونم. اینجاست که تعارضات شدید ممکنه به وجود بیاد. پس وقتی ما این پیش‌فرض توی ذهنمون نداشته باشیم، بعداً هم توقع چنین چیزی رو از همسرمون نخواهیم داشت.